در حالتی اذان دادن برای نماز جمعه سودا کردن سوداگر در دکانش باید نباشه، الکی در مسجد حاضر باشد. اگرچنده که در مذهب امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه را مکروه گفته است، سودا در وقت ندای جمعه مکروهش گفته است، اکثر دیگر مجتهدین حرامش گفتگی هستند، حرام حکم کردن، به خاطر که خدا گفته است که و ذروا البیع، شما ترک کنید سوداتون را. اما در بین مسلمان های ما یافت می شود بعضی سوداگری که او سوداش دوام میده، نه پروای اذان دارد و نه پروای نماز جمعه. یقینا و آشکارا و صراحتا با او کس ما میفهمانیم و میگوییم که او سوداگر، او تاجر از سوداش برکت نمییابد، یا به سرش مصیبتی میآید که او پولش همش نابود می شود، یا یگان ظالم با او به ظالم گرفتار می شود که همو پولش در پاره و در همو دادن او می رود، کاری کرده او از او سودا از تجارتش برکت نمی یابد. و همین خاطر برای 1 ساعت شده یا که مثلا نیم ساعت شده او را چکار کرد؟ سودا را ترک کن، به نماز جمعه حاضر بشه، عبادت خدا را بجا بیار، رفته بعدا دوام بده. و در البیع خدا چی گفت؟ ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون. اگر شما ندای اذان شنیدین، ترک بیع کردین، ترک سودا کردین، شما با مسجد حاضر شدین برای خطبه شنیدن، امر به معروف شنیدن و نماز جمعه را خواندن، خدا میگه این برای شما بهتر است. ذالکم خیر لکم، این خیر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما دانا باشید، اگر شما با فهم باشید، اگر شما مسلمان باشین، خدا میگه بهتر از اون سودا برای شما این است که آمده به مسلمان ها یک جا بشین، عبادت خدا را به جا بیارید.